البته یه کارهای لازمه، یه کارهای مضر. تبیین لازم، رفع مغالطه هایی که گاهی انجام میگیره لازم، اما ایرادهای غیر لازم رو به میان کشیدن و دربارش بحث کردن و بر روی مسائل کوچک جنجال کردن، این مضر. با اینا با هم فرق داره. همون ابطال مغالطه ای هم که عرض کردیم، اون هم با انواع مختلفی میشه اون رو انجام داد. با اون بهترین شکلش باید اون رو انجام بدن که مشکلی برای کشور به وجود نیاد. وفاداری به نظام، به زبان، در اظهار، این چیز لازم و مفیدی است. هم لازمه هم مفیده. یا همه سیاست‌های کلی نظام رو در همین زمینه مورد بحث تایید کنند و حمایت کنند و مورد قبول قرار بدن، این لازمه. اما اینی که یه اختلاف نظرهایی وجود داره بین افراد، اینا رو غلیظ کنن که این مال فلان جناح، این مال فلان جناح، این حرفش اینجوریه، اون نه، این مضر. بنابراین یه کار لازمه، یه کار مضره. ما اینا رو از هم دیگه باید تفکیک کنیم. شور و هیجان عمومی مردم لازم. امروز ملت ایران یک شور و هیجانی داره، به خصوص جوانها شور و هیجان دارن. این چیز خیلی خوبی است، این چیز خیلی لازمی است. اما بی‌صبری مضره. اینی که بی‌صبری کنن، هی پا به زمین بکوبن که آقا چرا نشد، چرا نکردین، چرا اقدام نشد فلان، این مضر. یعنی بدونیم کدوم کار درستی است، کدوم کار مضری.